آیا برای زن جایز است که با برادر همسرش دست دهد، یعنی با او سلام کند، سلام دستی نماید؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با شوهر خواهرش دست دهد، دستی سلام دراز کند؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با پسر عمه پدرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با شوهر عمه اش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با پسر خاله اش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با نامزدش قبل از عقد نکاح نمودن دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با دوست یا شناسی پدر خود دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با همسایه اش، با مردان همسایه دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با کودک 15 ساله دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با عمک شوهرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با شوهر خاله اش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با پسر عمه مادرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با برادر شریک خود دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با پسر برادر شوهرش دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با پسر عمه یا که عمک خود دست دهد؟ جواب نه. آیا برای زن جایز است که با پسر خاله یا تقای خود دست دهد؟ جواب نه. توفیق تنها از جانب الله سبحانه و تعالی است.